حیوونا یه کارایی دارن میکنن که ما آدما از خجالت باید بریم بمیریم که یه حیوان به حیوانیش ببین چی کار میکنه. و ما چقدر ما آدما برای هم دیگه میزنیم، چقدر پشت خنجر میزنیم. خاک تو سر من آدم که شعوری اسبو ندارم. حیوانم آرزوست. او شاعر میگه آدم و بشر آرزوست، من میگم حیوانم آرزوست. حالا ببین چه جنایاتی این جونور دوپا میکنه به نام انسان. حیوان داره با حیوان رفتار خوب میکنه و ما آدما داریم به هم ظلم میکنیم. حیوان به حیوانیش